سلام، به 424مین شماره از روزنامه توپ خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 15 اسفند ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور می‌کنیم. استوری رمزآلود فرهاد بعد از حذف آبی‌ها، مجیدی در راه استقلال. فرهاد مجیدی با انتشار یک استوری رمزآلود بعد از حذف استقلال در جام حذفی خبرساز شد تا شایعات احتمالی در مورد بازگشتش به نیمکت آبی‌ها افزایش پیدا کنه. سرمربی پیشین استقلال که اخیراً از سمت خود به عنوان سرمربی الاتحاد کلبا کنار رفته، بعد از این دیدار با انتشار تصویری از خود در کنار کادر فنیش نوشت: این یک آغاز است. گفتنی است پیش از این هم خبرهایی در رابطه با مذاکره خطیر با مجیدی در نیم فصل به بیرون درس پیدا کرده بود. ادعای جنجالی در مورد سرخابی‌ها، قهرمانی‌های استقلال و پرسپولیس قانونی نیست. سعید فائقی، معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، در خصوص بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مدعی شد در بند 20 اساسنامه اومده که یک مالک نمیتونه صاحب دو باشگاه باشه و این غیر قانونیه. این در حالیه که دو تیم پرسپولیس و استقلال 20 سالیه که مالک مشترک دارن و این موضوع نتایج تمامی مسابقات دو تیم در لیگ برتر رو زیر سوال میبره. یعنی 20 ساله که نتایج تمام مسابقاتی که این دو تیم در لیگ برتر و حتی جام حذفی کسب کردند قانونا درست نیست و باید پس گرفته بشه. ماجرای عصبانیت نکونام بعد از باخت مقابل مصر. استقلال در رفسنجان با 2 گل مغلوب شاگردان نوید کیا شد و از گردونه مسابقات جام حذفی کنار رفت. اما سرمربی استقلال که به نشست خبری نرفته بود، از طریق نزدیکانش به خبرنگاران اطلاع داد قرار بعد از بازگشت به تهران مصاحبه کنه. ظاهراً سرمربی استقلال تصمیم داشت خیلی زود به حذف تیمش واکنش نشون بده و مشکلات رو به صراحت بیان کنه. اما چند تماس با اون و همچنین پیغام اعضای هیئت مدیره باعث شد نکونام قید مصاحبه شبانه رو بزنه. کنعانی زادگان داربی را از دست داد. محمد حسین کنعانی زادگان در جریان برد 3-0 پرسپولیس مقابل نفت و گاز گچساران در 1/16 نهایی جام حذفی مصدوم شد تا در دقیقه 87 جای خود را به مسعود ریگی بده. مدافع تیم ملی ایران با وجود احساس درد از ناحیه زانو و کشاله مورد معاینه پزشکان تیم قرار گرفت که مشخص شد آسیب دیدگیش جدی نیست و میتونه در داربی حضور داشته باشه. داور زن داربی تهران مشخص شد. خداداد افشاریان درباره آخرین وضعیت انتخاب داوران داربی 103 تهران گفت: بدون شک داربی با سیستم کمک داور ویدیویی VAR برگزار میشه و اینجا هم اعلام میکنیم یکی از داوران اتاق VAR خانم مهسا قربانی خواهد بود. با توجه به حساسیت بازی در هفته آینده از اعلام تیم داوری صرف نظر میکنیم، اما در این حال باید بگم تیم داوری نهایی شده. اعلام زمان بازگشت مهدی طارمی به میادین. مهدی طارمی در 3 بازی اخیر پورتو به دلیل مصدومیت غایب بوده. با این حال نشریه آبولا از بهبودی ستاره تیم ملی ایران خبر داد. رسانه پرتغالی در همین رابطه نوشت: مهدی طارمی بعد از گذراندن دوران نقاهت به تمرینات برگشته و خود را برای بازی جمعه مقابل پورتیموننزه آماده می‌کند.